یعنی ببین، به 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 به، ببینید کی اینجاست بچه. خیلی خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ویدیوهای آموزشی و خیلی خیلی خفن کانال کنکورانه. امروز قرار چیکار کنیم؟ قرار 3 تا راز ببین 3 تا راز به کسی نگی. امروز قرار 3 تا راز بهت بگم که واقعا هر دانش آموز و یا هر کنکوری باید بلد باشه. حالا به طور کلی 3 رازها، وگرنه در اصل 10-20 تا راز رو قرار بهتون بگم، ولی به طور کلی میشه گفت دسته بندی شد تو 3 تا دسته. حالا تقسیم میشن تو 3 تا دسته، تفکیک میشن. فهمیدم میخواستم چی بگم. به طور کلی به 3 دسته تقسیم میشن. آره بچه‌ها، بریم بچه‌ها، حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اگه واقعا این نکات بهتون کمک کرد، لایک و کامنت و حالا سابسکرایب هم اگه دوست داشتید بکنید، اگه نه که فدا سرتون. آره دیگه بچه‌ها، نکته سوم مثل همه این ویدیو، نکته سوم از همه مهمتره، دمتون گرم. خب بچه‌ها، راز اول، حالا بذار بچه‌ها کلا ببینید، شما الان یه سریاتون هدفتون فرهنگیانه، یه سریاتون هدفتون سراسری، کنکور فرهنگیان هم که جدا شده. حالا هر کدومو بگم برای کسایی که هدفشون فرهنگیانه یا کسایی که حالا بچهای تجربی ریاضی انسانی که هدفشون دانشگاه سراسری، کامل توضیح میدم. خب بریم برای راز اول. راز اول، خب بچه چی نوشتم کمالگران نباشید و انتخاب کنید. یعنی چی؟ ببین اول اینکه بچه یه توضیح بدم، شما یه سریتون هدفتون سراسری، یه سریتون آره دیگه، یه سریتون سراسری، یه سری فرهنگیان. خب و متاسفانه من یه چیزی رو بخوام توضیح بدم باید برای جفتتون توضیح بدم، چون کلا مسیراتون 2 تا مسیر جداست دیگه. کنکور فرهنگیان کامل جدا شده. ببین بچه‌ها، کمالگران نباشید و انتخاب کنید. یعنی چی؟ بچه‌ها فکر نکنید که باید همه درس‌های کنکور رو شما قوی باشید. بعضیا اینجوریان، مثلا یه فصل ریاضی رو یاد نمیگیرن، فکر می‌کنن که دیگه تموم شد، دیگه نمیتونن قبول بشن، میان به من مشاور بدبخت، به خدا بدبخت زحمتکش، میگن که آقا من دیگه ناامید شدم، نمیتونم، کلا فایده نداره، چرا؟ چون من فصل فلان ریاضی امروز خوندم یاد نگرفتم. ببین یه بار میخونن یاد نمیگیرن، میگن دیگه کلا ناامید شدیم، چون من این یه صفحه ریاضی رو یاد نگرفتم دیگه. ببخشید بچه‌ها، مریضم، اگه بخوام کات کنم این ویدیو به خدا ضبطش 3 روز طول میکشه. آره، طرف میاد یه تست ریاضی و غلط پاسخ میده، میگه دیگه کلا هم. حالا این چیز جزئیه، ولی مثلا طرف مثلا عربی و ریاضیش ضعیفه، میگه من دیگه ممکنه قبول بشم، ولی میتونی با سایر دروس جبران کنی. بچه انسانی هستی، هدف فرهنگیان آقا ریاضی و عربی مگه ضعیف نیستی؟ 0 بزن. به خدا داشتم دانش آموز که 3 تا درس و 0% زده ولی فرهنگیان قبول شده. چرا؟ چون بلد بوده چی کار کنه. خب قرار نیست که بچه همه چی 100 باشه، به خصوص برای کسایی که فرهنگیانن. چرا میگم کسایی که فرهنگیانن؟ چون بچه فرهنگیانیا کلا راه خیلی زیادی دارن برای جبران کردن. معدل خراب شد با مصاحبه جبران میشه، کنکور خراب شد، کنکور سراسری خراب شد با کنکور اختصاصی جبران میشه. میدونید چی میگم؟ مثل بچهای سراسری نیستن که فقط یا دیگه کنکور سراسری و معدله، باید جفتشون خوب باشن. ولی بچهای انسانی راه جبرانشون خیلی زیاده. آره، کمالگرا نباشید، فکر نکنید که مثلا باید همه چی رو 100% بزنید. هدف دیگه فرهنگیان هم بعضی از بوم ها واقعا ظرفیت خیلی بالاه، رقابت هم خیلی پایینه. من دانش آموز داشتم به خدا با تعرض 5300 قبول شد. نگید که پوز میده که دانش آموز داره قبول شد، پوز که خب باید بدم، حقم دارم، ولی ببخشید بحث من اینه که هستن دانش آموزایی که اینجوری هم قبول میشن. فکر نکنید که غیر ممکنه. خب ریاضیش ضعیفه، خب آقا من ریاضیم ضعیفه، میخوام فیلم آموزشی ببینم. میاد میدونه که آقا نمیرسه، میدونه که امکان نداره، ولی فکر میکنه که ریاضی 0 باشه بدبخت شده. میاد فیلم آموزشی میبینه، روزی 3 ساعت فیلم آموزشی میبینه فلان. برای عربی میاد فیلم آموزشی میگیره، بعد آخر سر نه عربی و ریاضی تقویت میشه، نه تایم داشته سایر دروس رو بخونه. پس بچه‌ها واقعا کمالگرا نباشید، راه میانبر خیلی خیلی زیاده. فکر نکنید که همه چیتون باید 100 باشه. فکر نکنید که حتما باید تو آزمایشی که تو شهر خودته باید رتبت 1 باشه، باید ترازت بالای 6000 باشه. به خدا این کلیپی توی اکسپلور دیدم، آره توی اینستاگرام. میدونید که من کلا خیلی اهل کسب علم و ولگردینم، میدونید که من خیلی اهل کسب علم و دانش توی اکسپلورم. شب تا ساعت 5 صبح خدا شاهده. آره اومده بود میگفت کسایی که ترازشون توی قلمچی بین 6000 تا 6500 رتبه فلان رو کسب میکنن، ترازشون بین 6500 تا 7000 رتبه فلان، انگار که مثلا تراز آزمون قلمچی هر مؤسسه دیگه واقعا انگار معیار بود. یعنی دانش آموز اونو میبینه فکر میکنه که
اگه ترازش زیر 6000 باشه دیگه بدبخت شده، به اون هدفش نمیرسه، دیگه درسش رو نمیخونه. نه بچه اصلا به این چیزا نیست. کلا دنبال این نباشید که تو هر چیزی 100 باشید. هر کسی بچه‌ها، منی که شاید از نظر خودم رتبه برتر باشم، درس نقطه ضعف داشتم، اتفاقا کمم نه. سال اول که رتبه من شد 486، فلسفه و منطق رو 20% زدم. حالا سال بعد شد 66%. تاریخ و جغرافیا رو 24% زدم. ببین با نقطه ضعف هم میشه، با درصد پایین هم میشه. فکر نکنید که اگه یه درصدتون ضعیفه دیگه بدبخت شدید. خب حالا بچه‌ها رسیدیم به نکته دوم. خب نکته دوم چیه؟ به فکر همه چی باش نوشتم. یعنی چی؟ ببین الان پشت کنکوری 12می هر تایمی سرت فقط تو تراز آزمون آزمایشیه که من ترازم از فلانی که دفعه قبلی ترازش بهتر اومد، پوزداد و نمیدونم اومد و چی گفت و فلان بهتر بشه. من باید این آزمون ترازم بهتر بشه. بهتر نمیشه یا بهتر میشه. آزمون بعدی چی میگی؟ من باید خودم اونجا حفظ کنم، نه باید بذارم تراز بیاد پایین، باید اینجا بمونم. بعد یهو میرسه 10 روز قبل امتحانات نهایی من چجوری زبان رو جمع کنم، چجوری نمیدونم فارسی رو جمع کنم که چی نخوندم. از الان بچه‌ها به فکر همه چی باشید، همه چی رو با هم هندل کنید. متاسفانه بچه‌ها سختی کنکوری چند سالی این شده. بعد به خصوص برای بچه‌های کسایی که حالا هدفشون فرهنگیانه که اینو دیگه کامل باید براتون توضیح بدم. آره بچه‌ها به فکر همه چی باشید. فقط معتاد فیلم آموزشی شدی، داری فقط فیلم آموزشی می‌بینی، بلد نیستی خودت چجوری کتابو باز کنی درس بخونی. به خدا بچه خیلی اینجوریان، خیلی انقدر فیلم آموزشی می‌بینن که کلا دیگه فراموش می‌کنن چجوری باید درس بخونن، دیگه بلد نیستن درس بخونن. خب تو دوران جنبندی می‌خوای چیکار کنی؟ به خدا والا به خدا اینجوری پیش میری، به نظر تو دوران جنبندی می‌خوای همه کلیپا رو دوباره از اول مرور کنی، امکان نداره، اصلا نمی‌تونی. دیگه هم بلد نیستی درس بخونی، تایمت هم رفته بالا. یعنی تایمت هم رفته بالا منظورم چی بود؟ منظورم اینه که کندخوان شدی، مثلا تایمتون رفته بالا. و این نکته دیگه که میخواستم بگم چی بود؟ یا اینکه بچه‌ها مثلا الان هر تایمی که هست مشکل تایم تست داری. تو تستاتو کار میکنی، تایمشون خیلی زیاده. یعنی چی؟ هر تست تو 2 دقیقه کار میکنی. به نظر سر جلسه کنکور میتونی درصدی که میخوای رو بزنی؟ والا به خدا اگه نمیتونی، خب از همین الان به فکرش باش، از همین الان براش تلاش کن، ننداز پشت گوش. خب بی‌توجهی نکن به اینا، چون واقعا بدبختت میکنن. و همین نکات خیلی شاید جزئی باشه، واقعا جزئی هم نیست البته، باعث میشه که تو یه سال بمونی پشت کنکور. پس از همین الان به فکر همه چی باش. حالا برای بچه‌هایی که هدفشون فرهنگیانه، ببینید بچه‌ها شما مصاحبه دارید، کنکور اختصاصی فرهنگیان دارید. اینجا میخوام راجع به مصاحبه صحبت کنم. ببین بچه‌ها مصاحبه خیلی حساس شده. بعد بهتون تراز میده. فکر کن مصاحبه به اندازه کنکوری که انقدر سخته، انقدر بچه‌ها شاید مصاحبه به نظر من 1/200 کنکور سخته. 1/200 1/100 هم نه، 1/200، ولی 25% تاثیر داره. حالا کنکور چقدر تاثیر داره؟ اتفاقا هر دو تا کنکورت با هم رو نتیجه نهایی میگم، اون قبولی نهایی بچه‌ها جفتشون 25% تاثیر دارن. یعنی دو تا کنکور سراسری کنکور اختصاصی فرهنگیان 25%، مصاحبه 25%. بعد خودتو کشتی، خودتو پاره کردی. ببخشید اینو میگم که ترازت از دوستات از رقیبات بهتر میشه، بهترم شده، طرف میره مصاحبه از تو بهتر میشه. مصاحبه چقدر براش تلاش کرده؟ 2-3 روز، 1 هفته، 2 هفته. تو فکر کن اصلا 3 هفته. بیشتر از این که نیست. روزی چند ساعت خونده؟ 2 ساعت، 1 ساعت. با یه مصاحبه که خیلی راحت میشه ازش تراز گرفت، طرف از تو بهتر اومده. کد رشته‌ای که تو می‌خواستی هدفت بود اون قبول شده. از همین الان بچه‌ها سعی کنید نمازهای جمعه رو شرکت کنید، راهپیمایی‌ها رو شرکت کنید، نماز بخونید. فکر نکنید که مثلا میرم اونجا گفتن راهپیمایی شرکت کردیم میگم آره بعد فلان دلیلو میارم. نه بچه‌ها یه جوری میپیچوننت که بعضی مواقع متاسفانه خودت رو لوم میدی. یا مثلا نماز خوندنه میگه آقا من یه هفته قبل مصاحبه تمرین میکنم، نماز میخونم، یاد میگیرم. نه ببین اونجا وقتی به تو میگن شرکت نماز بخون، میری نماز رو بخونی، همون لحظات اول میفهمن که تو آقا نماز نخوندی قبلا. دیگه خب بلدن دیگه چه جوریه. استرس داری، قاطی میکنی، قاطی هم نکنی، باز با اون شیوه گفتارت حتی متوجه میشن که آقا تو اهل نماز نبودی. آره قرآن بخون از همین الان به فکر همه چی باش. یه تا میگم حواستون به پروفایلتون باشه تو فضای مجازی، حرفایی که با رفیقاتون میزنید واقعا حواستون باش. کار از محکم کاری ابری میکنه. پروفایل رو حداقل حواستون باشه. پوششتون تو محله ممکنه بیان تحقیقات محلی یکی بگو پوشش خوب نیست. پس از همین الان حواستون به همه چی باشه. حالا بچه‌ها رسیدیم به راز سوم.
خب بچه‌ها قبل از اینکه راز سوم رو بگم، بله بذار یه چیزی بهتون بگم. بچه‌ای که هدفتون فرهنگیانه، بچه‌های رشته انسانی، اگه مشاوره تحصیلی خوب خواستید، مشاوره نمیگم، من اسم نمیبرم که آقا کی مشاوره تحصیلیش خوبه با کی پیش برید و این چیزا، ولی اگه مشاوره تحصیلی خوب خواستید، آره، من آیدی تلگراممو تو بیوگرافی همین کانال یوتیوب براتون گذاشتم، حتما بهم پیام بدید. هزینه مشاورمون هم خیلی پایینه، ماهیانه بچه‌ها 500,000 تومانه به خود. آره، حالا کیفیتش هم خیلی خفنه. ما ازتون آزمون میگیریم، عروض سمایی رو براتون تدریس میکنیم، برنامه واقعا شخصی سازی شده میدیم. البته بگم که تعداد دانش آموزامون پذیرشمون کلا پایینه، چون خودم کارشون رو انجام میدم. تماس تلفنی در طول هفته، یعنی خدماتی که اون خیلی زیادن دیگه. من اگه بخوام همشون الان بگم یه ویدیو کامل میشه، چون الان شما خیلیتون اصلا نمیخواید مشاوره بگیرید، من که نباید اینو براتون توضیح بدم. آره بچه‌ها، حتما به آیدی که براتون میذارم پیام بدید. آیدیمو اینجا میذارم، مینویسم براتون. حالا آیدی تلگرام، این آیدی که براتون میذارم هم برای روبیکای، هم برای تلگرام، هم برای فکر کنم ایتای، حتی همه پیام رسانه همین آیدیه. پیام بدید. آیدی تلگرام هم تو بیوگرافی کانال یوتیوب براتون گذاشتم، اونجا حتما بزنید. هم آیدی تلگرامو گذاشتم، هم اینستاگرام. دمتون گرم. بچه‌ها راز سوم چیه؟ میانبر بزن، یعنی راه مخفی پیدا کن. یعنی چی؟ ببینید بچه‌ها، از هوشتون اینجا باید استفاده کنید. بذار اینو من بذارمش اینجا. آره، از هوشتون بچه‌ها به خوبی استفاده کنید. یعنی چی؟ آقا وقتی یه درسی میدونی ضریب کمی داره، تراز بالایی نمیده، خودتو برای اون درس جیر نزن. بلد باش که کدوم درس رو بخونی، بلد باش که رو چه درسایی سرمایه گذاری کنی. مثل اینکه بچه‌ها مثلا یه کشوری صادراتش از چه طریقی باشه؟ از طریق مثلا خاک باشه، یه خاک خاصی داشته باشه، یه سنگ خاصی داشته باشه. خب اینجوری که مثلا این سنگ اون معدنی در نهایت تمام میشه. خب ولی اگه مثلا سرمایه گذاریش از رو تولید یه چیز خاصی باشه، خب مثلا فروش پسته، صادرات پسته. خب پسته همیشه درخت بکاری بهش رسیدگی کنی هست. حالا مثلا هم خیلی چرتو پرتو مسخره بود ها، ولی خب منظورم اینه که روی چیز خاصی سرمایه گذاری کن، تایمتو برای چیز خاصی بذار. مثلا تجربی هستی، خب آقا مسائل شیمی بخش محاسباتیشو یاد نمیگیری، خودتو براش جر نزن، بجاش برو مثلا یه درجه مبحثی که از یک درس دیگه‌ای که ضریبش به نظر شما انقدر هست که بتونه اون جبران کنه، تمرکزتو بذار رو همون. بچه‌های انسانی گفتم اینو براتون توضیح میدم. مثلا بچه‌ها الان مهمترین درس برای کنکور فرهنگیان، برای همه رشته‌ها مهمترین درس چیه؟ درس هوشه. خب پس خودتون رو نکشید سر یاد گرفتن ریاضی. هوش رو اول ببین، اولویت اولتون هوش باشه، اولویت دومتون مهارتی معلمی باشه، بعدش تا میتونه برای سایر دروس بذارید. اینا مهمترن، پس باید بیشتر بهشون اهمیت بدید. خب در نهایت میبینید تو خیلی راحت با یه هوش و مهارت معلمی فرهنگیان قبول شدی، رفیقت یا رقیبت با مثلا ریاضی بالا، علوم فنون بالا، نمیدونم جامعه شناسی بالا، زیست بالا، فیزیک بالا قبول نشده. آره ببین، دیدم من حتی دانش آموز اینجوری هم داشتم که کنکور سراسریش خیلی خوب بوده، کنکور اختصاصی فرهنگیان هرچی گفتم اهمیت نداده، خب قبول نشده. دانش آموز داشتم کنکور سراسری افتضاح، به خدا بچه انقدر درصدش افتضاح بود که نگو. تراز کنکور سراسریش هم پایین بود. هوش رو فکر کنم حدود 60% زده بود. خب مهارتی معلمی 80، بهش تراز خیلی خیلی بالا داده بود و اون باعث شد که جبران کنه. حالا فکر می‌کنید که تایمی که برای هوش باید بذاری که درصد 60% رو بزنید چقدره؟ شاید 1/100 تایمی که باید برای ریاضی بذاری که به این درصد برسی. اصلا تست کار کن، فقط تست کار کن، روزانه 10 تا تست 20 تا تست کار کنی، میتونی به راحتی به این درصد برسی اگه خوب تحلیل کنی. یا مثلا مهارت معلمی، مهارت معلمی تاثیرش از علوم فنون بیشتره، تاثیرش از ریاضی بیشتره. میدونی چی میگم؟ پس به جای اینکه همش سعی کنی روزی 4 ساعت ریاضی بخونی که به 5% برسی، که به 20% برسی، نصف اون تایمر رو برای مهارت معلمی بذار. با مهارت معلمی به راحتی میتونی جبرانش کنی. یا مثلا بچه‌ها از طریق امتحانات نهایی هم میشه خیلی چیزا رو جبران کرد. کلا بچه‌ها مثلا ببینید، در نظر بگیرید که آقا این فارسیه چقدر رو نتیجه نهایی تو تاثیر داره، ریاضی چقدر تاثیر داره، تمرکز تو، تایم تو بذار رو دروسی که ضریب بالا دارن و تاثیر زیادی دارن. هم ضریب مهمه، هم سختی اون درسه. فقط ضریب مهم نیست. مثلا بچه‌ها برای بچه انسانی، خب فلسفه و منطق ضریب چند داره؟ 5 داره. جامعه شناسی ضریب چند داره؟ ضریب 5 داره. خب ولی 100% زدن جامعه شناسی، 100% زدن جامعه شناسی
خیلی راحت تر از 20% زدن فلسفه و منطقی، یعنی تجربه اینو ثابت کرده. خب پس خب طبیعتا اون فلسفه و منطقی خیلی بیشتر تراز میده، خیلی بیشتر. من خودم رتبه‌ام شد 719 و 486، تراز سال دوم اصلا شد 10110. واقعا بیشترین کمک و فلسفه و منطق 66% بهم کرد، چون درصدام خیلیشون واقعا خیلی بالا نبودن، ولی فلسفه و منطق یه جوری همه رو کشید بالا. یا مثلا بچه‌ها یه راه میانبر دیگه چیه؟ به جای اینکه تست کتابی خیلی سخت، تستای تالیفی که شاید هیچ وقت شبیهشون هم سوال تر نشه توی کنکور، برو کنکور سالهای گذشته رو کار کن، دفترچه‌ها رو بیاد. هزاران تا کنکور حالا طرح شده، برگزار شده، کنکور برگزار شده، آره، که همشون دفترچه‌هاشون تو گوگل هست. برو سرچ کن کنکور سال فلان، بیار برای خودت تستای اونو کار کن، به جای اینکه مثلا تست کتاب خیلی سبز یا هر کتاب دیگه. یا نه، منظورم فقط خیلی سبز، اینجا من کتاب خیلی سبز دارم، من اینو دیدم که گفتم کتاب خیلی سبز، آره، هر کتاب دیگه ای، به جای اینکه تمرکز رو برای تستای تالیفی بذاری که شاید هیچ وقت شبیهشون هم توی کنکور نیاد، برو تستای کنکور سالهای گذشته رو کار کن. من خودم این کارو خیلی انجام میدادم و باعث میشد که واقعا کنکورم همیشه خیلی قوی‌تر و بهتر از تراز آزمون‌های آزمایشی باشه. بچه‌ها فکر کنم دیگه نکته خاصی نمونده. آره، فکر کنم رتبه خاصی نمونده. برای میانبر مثلا کسایی هم که هدفشون فرهنگیانه، باز برای مصاحبه تایم خیلی زیادی بذارید و خیلی براش بخونید واقعا، چون میتونید به راحتی همه چی رو باهاش جبران کنید. کنکور ضعیفتون رو میتونید به راحتی با مصاحبه‌ای که خیلی راحته جبران کنید. دمتون گرم بچه‌ها، این ویدیو رو حتما لایک کنید. آره، اگه سوالی بود، نمیدونم شاید چیزی رو کامنت توضیح ندادم، تو قسمت کامنت ها حتما بپرسید. همه کامنت ها رو من همیشه جواب میدم. در نهایت بچه‌ها یادتون باشه حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید. بای بای.